بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. کتاب شرح الامثله درس اول. کتابی را که آغاز میکنیم ای هم اثر میر سید شریف جرجانی است رحمت الله علیه. از جناب میر سید شریف جرجانی دو کتاب دیگه هم پیش از این تدریس شده، یعنی کتاب صرف میر و کتاب نحو میر. یعنی در مقدمه او کتب هم جناب میر سید شریف جرجانی معرفی شده است و بعضی از آثارش هم ذکر شده است. دیگه در اینجا ضرورت نیست که دوباره ایره معرفی بکنیم. شخصیت بزرگی است، شخصیت علمی است، خصوصا در علم صرف و نحو و در علم منطق، علوم عقلی ایره امام میدانند و از علمای اهل سنت است، حنفی مذهب است. گرچه در عقیده میگن که معتزلی است، اما در فروعات حنفی مذهب است. این کتاب موضوعش علم اشتقاق است. کتاب شرح امثله. جناب میر سید شریف جرجانی در ابتدای کتابی را تصنیف میکنن به نام امثله. کتاب بسیار مختصری است. بعد همون کتاب را شرح میده خودش به نام شرح امثله، یعنی یک کتاب جداگانه تصنیف میکنن. عبارتهای کتاب امثله را مفصل در شرح امثله به این صورت که اصطلاحات موجود در امثله را مفصل شرح میده و توضیح میده. مثلا در امثله اصطلاحات را فقط ذکر کرده اما تعریف نکرده و توضیح ارائه نکرده. همین اصطلاحات را در شرح امثله باز توضیح داده و تبیین کرده. یعنی مصدر، فعل ماضی، مضارع، نفی، نهی، استفهام، اسم فاعل، اسم مفعول و غیره را در شرح امثله تعریف کرده. در امثله فقط ذکر کرده، نام برده. و همچنین در شرح امثله این هم بیان میکنه که چرا فعل ماضی و مضارع 14 صیغه دارن، اسم فاعل و مفعول 6 صیغه دارن و تمام اینها صیغه هایشان اصلشان و بنشان و ریشهشان چی است در این کتاب بحث کرده. به خاطر این کتاب را بیشتر کتاب علم اشتقاق میتونیم بگوییم و این کتاب مخصوص طلاب مبتدی است، کسایی که تازه ابتدا میخوان علم اشتقاق و علم صرف را آغاز بکنن. این کتاب با عنوان مقدمه ای علم بسیار مفید است برای طلاب. گرچه در نسبت این کتاب به میر سید شریف جرجانی شک و شبهاتی هم هست که آیا واقعا کتاب امثله یا شرح امثله از جناب میر سید شریف است یا نه، اما خب نسبت دادنش به او و به متن کتاب را هم به نوع ادبیات نوشتاریش که اگر انسان دقت بکنه شباهت زیاد داره به ادبیات نوشتاری صرف میر و نحو میر. لذا میتونه انسان بگوید که کتاب هم از جناب سید شریف است. علم اشتقاق در واقع همون علم ریشه شناسی است. یعنی علم اشتقاق را اقسم میتونیم تعریف بکنیم که بیرون آوردن یک لفظ از یک لفظ دیگه، یا که مثلا در آوردن یک کلمه از یک کلمه دیگر. این علم اشتقاق میگه. یعنی که علم اشتقاق منبع و منشأ یک کلمه را بررسی میکنه و روابط بین کلمات را بیان میکنه که کلمات بین یکی دیگه چه روابطی دارن. یعنی کلماتی که با یک دیگه ارتباط آوایی و معنایی دارن این را بررسی میکنه. به صورت خلاصه میشه گفت که علم اشتقاق بررسی میکنه که کلمات کدامشان اصل است و کدامشان فرع است و این هم بیان میکنه که این فرع چه قسم از اصل به دست آمده یا اخذ شده یا اشتقاق شده.
و موضوع علم اشتقاق هم مثل علم صرف یا علم تصریف همون کلمه است و فایده علم اشتقاق دقیقا مثل علم صرفی است که ما با فراگیری علم اشتقاق میتونیم ریشه درست کلمات را که در منابع شریعت ذکر شدن در قرآن و سنت، در قرآن و احادیث کلماتی که هست، ما با فراگیری دقیق و درست علم اشتقاق میتونیم ریشه درست و کلمات را به دست بیاریم. وقتی ریشه درست کلمات را به دست بیاریم، ما درک درست و دقیقی از معنا و مفهوم و کلمه به دست میاریم و معنا و مفهوم دقیق و درست کلمه را که حاصل کردیم، ما فهم درستی از منابع شریعت به دست میاریم و میتونیم که دیگرها را هم درست تفهیم بکنیم، دقیق تفهیم بکنیم. این از فواید علم اشتقاق است. خب کتاب و شرح الامثله، کتاب خب جمعش میشه کتبون، یعنی آنچه که در آن نویسند این کتاب میگن، یا که نوشته و یا که مکتوب. شرح هم از شرح یشرح شرحن است، به معنای بیان کردن، توضیح دادن، تفسیر کردن، آشکار کردن. و الامثله، امثله ای بر وزن افعله است، امثلتون بر وزن افعلتون که مفرد امثله میشه مثال. مثال هم مصدر باب مفاعله است. خب این کتاب را جناب میر سید شریف شرح امثله است و امثله که بر وزن افعله است، افعله است اوزان جمع قلت است و جمع قلت هم بر کمتر از 10 دلالت میکنه. حال که کسی اینجا اعتراض بکنه که خب در این کتاب مثال هایی که مصنف ذکر کرده بیش از 10 تاست، چرا نام کتاب را امثله مونده؟ امثله بر وزن افعله است، افعله ای از اوزان جمع قلت است. جوابی طور داده میشه که گاهی اوقات جمع قلت به معنای جمع کثرت هم استعمال میشه و همچنین گاهی اوقات جمع کثرت به معنای جمع قلت استعمال میشه، لذا کدام مشکلی وجود نداره. خب وارد متن کتاب میشیم. کتاب را جناب مصنف با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده. چرا با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده؟ خب یکی که قرآن کلام الهی با بسم الله آغاز شده، لذا هم با تقلید از قرآن و پیروی از قرآن کتاب خود را و نوشته خود را با بسم الله آغاز کرده. و همچنین یک حدیثی است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که می فرمایند کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقتر یا فهو ابتر. روایت های مختلف است، الفاظش تفاوت داره، معنایش یکی است. یعنی هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشه او ناتمام میمونه، دنبریده میمونه. به این خاطر جناب مصنف هم مانند دیگر علما کتاب خود را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردند. خب بعد حدیثی آورده است از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که قال النبی صلی الله علیه و سلم، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند. قال از قال یقول قولا به معنای گفت میاد، قال یعنی گفت، اما چون اینجا پیامبر ذکر شده ما باید بعضی اوقات یعنی مطابق جایگاه و شأن و کسی که ما فعل نسبت میتیم به او را به جای ترجمه تعبیر بکنیم. قال گفت، اما در اینجا چون پیامبر است میگیم حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، یعنی این ادب را باید انسان رعایت بکنه. خب و فرمود نه، فرمودن صیغه جمع استعمال میشه برای شخصیت های بزرگ. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. یعنی که سرآغاز علم، ابتدای علم
اول علم معرفت الجبار، یعنی شناخت خداوند جبار است. و آخر العلم یعنی که سرانجام کار. اول بود سرآغاز کار و آخر العلم یعنی که سرانجام آن چی است؟ سرانجام علم. تفویض الامر الیه، تفویض به معنی سپردن یا واگذار کردن. پس سرانجام آن واگذاری یا که سپردن امور به وی است، یا واگذاری و سپردن کارها به اوست، یعنی به الله متعال است. پس سرآغاز علم شناخت خداوند جبار است و سرانجام علم واگذاری یا سپردن امور یا کارها به اوست. خب در این روایت، اگرچه ما در مورد این روایت تحقیق نکردیم که آیا این روایت صحیح هست یا نیست، نسبتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم سندش چه قسم است، اما همه قد می‌دانیم که این روایت در کیمیای سعادت اثر امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه آمده است و خب مشهور است که چه کیمیای سعادت که در واقع ترجمه فارسی احیای علوم الدین است و چه خود احیای علوم الدین احادیث ضعیف و موضوع درشان موجود است. لذا باید تحقیق شود که آیا حدیث متناً و سنداً درست است یا نه، حدیث مرفوعی است یا نه. خب در این روایت یکی لفظ آخر آمده است. آخر معنایش میشه پایان کار یا قرار گرفته در پایان، در مقابل اول است، به معنای سرانجام، به معنای عاقبت. باز یک لفظ دیگه ما داریم به نام آخر. ببینید یکی آخر است، یکی آخر. آخر که در روایت آمده است همون سرانجام یا عاقبت یا پایان کار را میگن. اما آخر که است بازی به معنای دیگر یا دگر یا دیگری یا یکی از دو چیز یا دو قسمه، به معنای غیر هم میگن. و این آخر که است اصلش بود است، چون ما علم اشتقاق را میخوانیم بهتر است که کلمات را از همون ابتدا بررسی بکنیم که اصلشان چی بود است. آخر اصلش بود است اخر بر وزن افعل و همزه، ببینید همزه ساکنه دومی همزه ساکنه است، بعد از همزه متحرکه واقع شده است و اینجا وجوباً باید تبدیل به مد شود. وقتی دو همزه در کنار همدیگه میان، همزه اول متحرکه است، همزه دوم ساکنه، وجوباً یعنی واجب است که این دو همزه تبدیل به مد شود. پس آخر شده است آخر و این آخر که از غیر متصرف هم است. خب تعریف چند اصطلاح. این عبارت هایی که برنگ قرمز در متن کتاب میاد، ای از صاحب کتاب نیست، از مصنف نیست. اینا را برای تفکیک مطالب کتاب ما اضافه کرده. خب میفرماید جناب مصنف که بدان که هر آوازی که بوده باشد آن را عرب صوت خوانند. در این روایت یک چیز دیگه هم هست، الامر که است، ما یکی امر یأمرو داریم که جمعش میشه اوامر، یکی امر یأمرو داریم که جمعش میشه امور. باید دقت بکنید، الامر یکی امر یأمرو است بر وزن فعل یفعلو، جمعش میشه اوامر و این معنایش است دستور، حکم و فرمان. یکی امر یأمرو است که بر وزن فعل یفعلو و جمعش میشه امور. ای باز معنایش کار، حادثه و مطلب میه. امری که در متن کتاب آمده است در اون روایت، در اینجا ای از همین دومی است،
یعنی از امیر یأمرو که جمعش میشه امور، به معنی کارها. جبارم که در این روایت آمده است، جبار خوبی از اسماء الله الحسنی است، به معنای قاهر، قوی، متکبر. این معانی میه. خب بدان که هر آوازی که بوده باشد آن را عرب صوت خواند. یعنی عرب یکی اعراب است، یکی عرب است. اعراب بادیه نشین ها را میگن، یعنی عرب هایی که در دهات و روستا زندگی میکنن. فرق است بین عرب و اعراب. خب عرب ها میگه هر آن آواز را صوت میخوانند و هرچه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم بوده باشد آن را لفظ خوانند. یعنی هرچی که از دهان انسان بیرون شود و اعتماد کرده باشه و تکیه کرده باشه بر مخرج فم دهان ده میگن، مخرج هم همون مکان خروج رو میگن. یعنی وقتی که از دهان انسان چیزی خارج میشه و او تکیه کرده است بر مخرج فم، چون حروف عربی که از مخرج دارن، مثلا ذال از کجا خارج میشه، واد از کجا خارج میشه، مخرجش چی است، سین، شین، صاد، مثلا اینها یعنی کلمات حروف عربی مخرج دارند. لذا مصنف میگه که هرچی که از دهان بیرون شود و تکیه کرده باشه بر مخرج فم، بر مخرج همون کلمه، او را عرب ها چی میگن؟ لفظ میگن. خود لفظ هم این مصدر است به معنای سخن گفتن، از لفظ یلفظ و لفظن است. خب پس هر آنچه که از دهان انسان بیرون میشه و او اعتماد و تکیه کرده بر مخرجش، او را لفظ میگن عرب ها. باز خود همین لفظ دو قسم است، میگه و لفظ بر دو قسم است، محمل و مستعمل. محمل را ببینید تعریف کرده خودش، محملان است که آن را معنا نباشد. یعنی محمل در واقع همون سخنی است که استعمال نمیشه چون معنا نداره، او را محمل میگن عرب. مثال زده است مثل لفظ دیز. دیز لفظی است که در کلام عرب استعمال نمیشه، عرب ها استعمال نمیکنن. چرا؟ چون معنای نداره. یعنی دیز مقلوب زید است، یعنی زید را برعکس کرده، یعنی شده از دیز. لذا دیز لفظ محمل است، لفظی است که معنا نداره و استعمال نمیشه. قسم دوم لفظ مستعمل است. خودش تعریف کرده، میگه آن است که آن را معنا باشد. لفظ مستعمل لفظی است که معنا داره و خود معنای مستعمل یعنی که این لفظ استعمال میشه، عرب ها را استعمال میکنن. مثل چی؟ زیدون و ضرب و سوف. سه مثال زده. چرا سه مثال بیان کرده؟ میخواه ای را برای ما بفهمانه که لفظ مستعمل در کلام عرب سه قسم است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف است. خارج از سه قسم ما کدام قسم دیگه در کلام عرب لفظی نداریم. پس الفاظی که در قرآن و احادیث آمده است یا اسم هستند، یا فعل هستند، یا حرف هستند. در اینجا مثال را هم زد، میخواست به این نکته اشاره بکنه که لفظ مستعمل در کلام عرب سه قسم است. زیدون مثال است برای اسم، ضرب مثال است برای فعل و سوف مثال است برای حرف. و لفظ مستعمل را کلمه گویند. همین لفظ مستعمل عرب ها ایره چی میگن؟ کلمه. و خود کلمه بر سه قسم است. ببین در اینجا در مثال اول در مثال اشاره کرد، اینجا باز بیان میکنه، واضح میسازه که لفظ مستعمل که همون کلمه هم گفته میشه سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. گفتیم زیدون مثال بود برای اسم، ضرب مثال بود برای فعل و سوف مثال بود برای حرف. یعنی از خود مثال طالب مبتدی متوجه میشه که لفظ مستعمل سه قسم است و لفظ مستعمل را کلمه هم میگه. خب حال که لفظ مستعمل سه قسم است، اسم و فعل و حرف، ابتدا می اسم را بیان میکنه، میگه و اسم بر دو قسم است. انواع اسم را بیان میکنه، یکی مصدر است و یکی هم غیر مصدر.
براتون گفتم که در کتاب شرح امثله اصطلاحات را تعریف میکنه، توضیح میده، تبیین میکنه و مثال هم ذکر میکنه، در حالی که در کتاب امثله باز این قسم نیست. در شرح امثله تشریح کرده، توضیح داده. خب اسم گفت دو قسم است، مصدر و غیر مصدر. مصدر را تعریف میکنم. این البته این در اینجا نشانه مصدر را میخواه بیان میکنه. میگو مصدر آن است که در آخر وی به فارسی تا و نون و دال و نون باشد. مثل چی؟ القتل یعنی کشتن، الضرب یعنی زدن، الشرب یعنی نوشیدن. در آخرشان تا و نون و دال و نون است. این را میره مصدر میگن. یعنی یکی از علائم و نشانه های مصدر می است که در ترجمه فارسیش آخرش تا و نون و دال و نون دارن. القتل ترجمه فارسیش میشه کشتن، ببینید آخرش تا و نون داره. الضرب ترجمه فارسیش میشه زدن، آخرش دال و نون داره. الشرب نوشیدن، آخرش دال و نون داره. لذا این مصدر است. البته در اینجا یک اشکال هم میشه که مثلا مطابق فرموده جناب مصنف الجید به زبان عربی ترجمه فارسیش میشه گردن. ما وقتی که مطابق از این عبارت که مصدر آن است که در آخر وی به فارسی تا و نون یا دال و نون باشد، ما در گردن هم الجید به معنای گردن او هم آخرش دال و نون است. آیا جید مصدر است؟ میگیم نه مصدر نیست. پس میگه اینجا اشکال وارد میشه. این چیزی را که جناب مصنف فرموده درست نیست. میگیم نه درست است، اما اینجا یک شرط است و او شرطی است که از ترجمه فارسیش تا و نون یا دال و نون وقتی حذف بکنیم فعل درست شود. مثلا القتل کشتن، تا و نون را که حذف کنیم میشه کشت فعل است، این مصدر است. اما از گردن الجید که معنایش میشه گردن، دال و نون که حذف بکنیم میشه گرد، یعنی فعل درست نشد. لذا اینجا این شرط را بیان کردن تا که اشکال رفع شود. در ادامه می‌فرماید که بدان که مصدر اصل کلام است و از وی 9 وجه باز میگردد. مصدر را میگه اصل کلام است. اینجا بین کوفی ها و بصری ها البته اختلاف هم است که کوفی ها مثلا میگن که فعل اصل کلام است، بصری ها میگن مصدر اصل کلام است. و از این عبارت جناب میر سید شریف جرجانی هم فهمیده میشه که جناب میر سید شریف مذهب بصری ها را قبول داره، در این که مصدر اصل کلام است. مصدر اصل کلام است به چه معنا؟ یعنی که اصل تمام مشتقات است و از مصدر میگو 9 وجه باز میگردن. اون 9 وجه چی است؟ ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نهی، جهت، نفی، استفهام. 3 تا دیگر هم علاوه بکنین که اسم آله، اسم زمان و اسم مکان. یعنی در حقیقت 12 وجه باز میگرده. پس مصدر اصل میشه و این اموری را که ذکر کرد که از مصدر اخذ میشن، اشتقاق میشن، اینا فرق میشن. و یادتان باشه که اصل هیچ وقت به دلیل ضرورت نداره، یعنی مصدر، بلکه خلاف اصل که از او به دلیل و علامت و نشانه محتاج است. خود اصل هیچ وقت به دلیل ضرورت نداره. مثلا مفرد اصل است و تثنیه و جمع فرع است، یا مذکر اصل است، مؤنث فرع است. همچنین مفرد اصل است و مرکب فرع است. میدونید که مفرد معانی و کاربردهای مختلف داره. یکی مفرد است در مقابل تثنیه و جمع، یکی مفرد است در مقابل مرکب. و خود مصدر هم که است معنای لغویش میشه محل صدور، یعنی بازگشتنگاه یا جای بازگشتن. ریشه و بنواژه هم یعنی مترادف همین مصدر است. خب در درس اول تا همینجا اکتفا میکنیم. در درس دوم انشاءالله واس جناب مصنف مصدر را به علاوه تمام آن 9 وجهی که از مصدر باز میگردن مفصل
تعریف میکنه با ذکر مثال. پایان درس اول.